با سهیل رضایی مدرس روانشناسی عمق‌نگر با روش پروفسور یونگ رو میشنوید. امروز قرار راجع به چه موضوعی گپ بزنیم؟ سلام. ما امروز در رابطه با این صحبت میکنیم که سفر ما چگونه شروع میشه، ما چگونه میتونیم به یک قهرمان در درون و بیرون از زندگیمون تبدیل بشیم. قهرمان هم که میگه به مفهوم کسی که از توانمندیش استفاده میکنه تا زندگی و دنیا رو برای خودش جای بهتری بکنه، هم در زندگی خودش تاثیر داشته باشه هم در زندگی دیگران. خب ما به اینجا رسیدیم که قهرمانی یک سفر داره. اولین قدم این سفر از کجا شروع میشه؟ اولین قدم در واقع از یک خوشبینی شروع میشه. اینی که اصلا ما به زندگی خوشبین هستیم یا نیستیم. چون وقتی داریم به تحول صحبت میکنیم و ما میخوایم تحول تو زندگیمون ایجاد بکنیم، اول اصلا باید پرسشو بکنیم اصلا ما معتقدیم زندگی میتونه جای بهتری بشه یا نه. اگه اولین سوال ما جوابش منفی، هیچ تلاشی به نتیجه نخواهد رسید. و اگرم فکر میکنیم زندگی همین جوری حالش خوبه، بازم تلاشی نمیخواد دیگه. خب یه سوالی، اگر من تلاش کردم و الان به این نتیجه رسیدم چی؟ یعنی من احساس کنم با تمام تلاش که کردم الان خب واقعا زندگی جای خوبی نیست و من تقلا کردم برای خوب شدن زندگی. خب این خودش حالا یک موضوع ریزنقشیه، یعنی در واقع نیاز به مطالعه دقیقی داره که الزاماً آیا هر مثلا تلاشی درست بوده یا درست نبوده. من خیلی موقع برای بچه دانشجو این مثال میزنم که الان چند کلید اینجاست. اصلا این مثال در خونه بزنم براتون جالبه. خونه ما به سقف آشپزخونه‌مون یه چراغ آشپزخونه‌ای وصله که کلید سر خودش داره و روشن نمیشد. خانم گفتش که روشن نمیشه. ما رفتیم یه لامپ دیگه خریدیم، گفتیم لامپ سوخته دیگه، رفتیم یه لامپ دیگه خریدیم آوردیم بست. باز زدیم دیدیم که روشن نمیشه، گفتیم سیم کشی این اشکال داره، شو که بررسی کردم. دیدیم نه ما حریف نیست. یه کسی رو زنگ زدیم الکتریکی اومد و که اینو تعمیر کنه. موقعی که اومد تعمیر کنه یه کلید دیگه‌ای هم داره این در واقع قفسه ها که یه خود فازمیتر زد. گفت آقا این کلید جای دیگه داره. گفتم آقا یه کلید هم اینجاست. گفت اونو بزن، کلید است. اونو زدیم روشن شد. بعد یه لبخندی زد گفتش که این کلید، گفتم خب این کار پسرم بوده، این با این کلید بازی کرده، اینو خاموش کرده، از جای ریشه‌ای تری خاموش کرده. برای من هر چقدر با وجود کار کردی نتیجه نداد. گفتم خب چقدر تبدیل کنم، من کاری نکردم ولی خب وقت گذاشتم تا اینجا اومدم. خب باشه ایکس تومن بهش پرداخت کردم که رفت. خب خیلی موقع اینجوریه، یعنی شما فکر می‌کنید لامپتون سوخته، لامپو عوض می‌کنید، کلید عوض می‌کنید، ولی در واقع خود مسئله ریشه‌ای‌تره، به گذشته عمیق‌تری برمیگرده. بخاطر همینه که شما تلاشی که می‌کنید چون تو مسیری نیست که باید بکنید، طبیعیه که یه نتیجه‌ای هم نگیرید و شما تقلات رو به بنبست بخوره. و بعضی موقع‌ها ما فکر می‌کنیم هدف به بنبست خورده، درسته که روش رسیدن به هدف به بنبست خورده. مثل که خب خیلی از آدم‌ها در زندگی دوست دارن پول به دست بیارن، ولی روش‌هایی که شاید پول به دست آوردن میرن روش‌هایی نیست که پول به دست بیاد و بعد ناراحت میشن. یه مثال ساده دیگه براتون بزنم. ما با پدرم خرازی داشتیم در زمانی که من 14 سالم بود. خب ببین یه چیزی که جالب بود تو خرازی من دیدم که توی مثلا سوزن و نخ و دکمه و لوازم تحریر و همینا بود. وقتی ما پول دخل به عنوان یه مغازه‌دار جمع می‌کردیم، آخر مثلا ماه و روز همیشه این عددا اینقدر ریز بود، مثلا سوزن 5000 بود، فلان چیز 2000 بود، فلان چیز 1 تومن بود که هم تو مشتری را مینداختی، پولم حرکت می‌کردی، چیزی تاش نمیموند که تو اصلا بتونی از اون روش به یه پس‌اندازی برسی، از پس‌اندازت به سرمایه‌گذاری برسی، از سرمایه‌گذاری برسی اصلا چیزی رخ نمیداد. خود من همونجا متوجه شدم این کاسبی نتیجه‌ای نداره، یعنی نتیجه خاصی نمیده. بعد چقدر تو زندگی نگاه کردم دیدم که اینی که کجا قرار بگیری و چه ارزش افزوده تولید بکنی خیلی اهمیت داره. که آیا ارزش افزوده تولید میکنی که به یه ارزش افزوده بزرگتری کمک بکنه یا نه اصلا این کار نمیتونی انجام بدی. چون وقتی اطرافا نگاه میکردم ببین الزاما آدمی که تو زندگیشون پیشرفته بزرگی کردن خیلی تفکراتشون با من فاصله عجیب غریبی نداره، حتی یه سری جا باهوش‌ترم بودن، ولی دیدم تنها هوش نیست که تعیین کننده است. دیدم در درجه اول اونو پذیرفتن که میخوان توسعه ایجاد بکنن، بعد دنبال روش توسعهش دارن میرن و یک چیزی که دیدم به قرقر نمیافتن. آدمایی که معمولا به قهرمانی خوبی تو زندگیشون رسیدن پذیرفتن شرایط اینه، پدرم نداره، مادرم نداره، داییم نمیده، عموم نمیده، اینا رو پذیرفتن. وقتی پذیرفتن دیگه رو پای خودشون وایسادن و پذیرفتنم که من یه چیزی دارم نمیدونم. همین که داریم میگیم آقای تلاش کردم نشده، من بازم همیشه فکر می‌کنم ببین بازم یه چیزی هست که من نمیدونم. ببین تو همین کاری هم که امروز اینجا دارم با شما انجام میدیم، بازم وقتی یه چیزی نمیشه نمیگم کلا این کار نمیشه، میگم چی رو بلد نیستیم که نمیشه. اگه یه کاری میکنیم غلط میشه، نتیجه عکس میده، شکست میخوریم، افت میکنیم، کاری کتابی که درآوردیم خوب نمیفروشه، نمیگم که چرا اینجوریه. ببین کتاب زندگی برازنده منو وقتی ما درآوردیم
یه معصومیتی تو ما بود که منزل اول سفر بودیم دیگه، احساس کردیم که آقا ما الان این همه ما رو میشناسن، الان 3000 تا چاپ کنیم، موضوع یونگ هم که خیلی جذابه، این کتابم کاربردی خیلی خوب میفروشه، 3000 تا رفتیم چاپ کردیم ازش. خب 3000 تا چاپ کردیم، این 3000 تا 2 سال و نیم کشید تا فروخته بشه. ما یه دفتر داشتیم از اونجا اساس کشی کردیم رفتیم یه جای دیگه، یه پارکینگ اون اصلا گذاشت اختیار این کتابا، ماشین خودمون نمیذاشتیم تو پارکینگ. چرا؟ چون یک تفکری داشتیم که الان ما بریم فلان میشه، بسیار نشد. ولی این معنیش این نبود که ما دیگه کتاب چاپ نکنیم. کلا میگم آقا انتشارات فایده نداره، انتشارات به چه درد میخوره. حتی یک سری با فیدبک دادن، گفتن آقا این کتابتون رو میخونیم ثقیله، بعد ما دیدیم فصلاشو باید جابجا بکنیم. دادیم به بچه‌ها فصلا رو بازچینی کردن، یه سری تمرینات بردن آخر، یه سری فصلا رو بردن اول، تو چاپ بعدی زدیم. یه خود من تلویزیون معرفیش کردم، هی اینو آروم 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 رفتیم. بنابراین خیلی جا هست که این اتفاق من هم میفهمم که یک سری از آدما میگن که آقا نمیشه، ما خیلی کار کردیم نشده. اما به شخص منم خیلی کار کردم نشده، ولی وقتی یه خود مطالعه کردم، یه خود آموزش دیدم، یه خود کتاب خوندم، ریشه نشدنامو فهمیدم. ما حتی تو سازمان ها اینو داریم، ما میگیم که نیروهایی که تو سازمان از نظر انرژی معصوم منزل اول سفر پایینن، اینا تلاش میکنن ولی نتیجه تو زندگی کم میگیرن. حالا توی سمینارهای نقشه‌ای ما معمولا اینو باز میکنیم برای آدما که ببینن از نظر معصومیت میزان خوشبینی به زندگی در چه درجه قرار داره. اگه همین در درجه پایینی قرار داشته باشه، همونجا میتونه علامت هشدار بفهمه و بفهمه آقا نقشه راهش اینه که اول رو معصومش کار بکنه، رو اولین منزل سفر، اولین چهره قهرمان کار بکنه. چون اگه اولین چهره مشکل داشته باشه، شما اصلا خیلی از فرصت‌ها رو امتحان نمی‌کنی. چون همین که شما گفتید از اول مطمئنی ناکام میشی، پس بعد چی امتحان کنی بیفتی پایین‌تر؟ حالا این ناکامی رو ریشش عمیق‌تر بررسی بکنم. یه موقعی شما توی خانواده بزرگ شدید که کلاً میگن که بی‌مسئولیتی خوشبختیه، نرو یه کاری بکن که مثلا بعد یه چیزی بهت بگن. بنابراین اون اصطلاحی که میگن خر مردم رو یه وری سوار شد تو زندگی داره حکومت میکنه. شما همیشه سراغ کاری رفتید که مشکلی پیش نیاد براتون، کسی بهتون ایراد نگیره، کسی رو جریمتون نکنه، کسی اخراجتون نکنه، کسی قربتون نزنه، کسی گله نکنه. اینا موضوعاتتون بوده. خب رفتید کجای زندگی؟ رفتید جاهایی تو زندگی انتخاب کردید برای کار کردن، زندگی کردن، درس خوندن که امن باشه. یعنی چی؟ یعنی مشاور شما آرزوهاتون نبودن، ترساتون بودن. وقتی مشاور شما ترساتون هستن، به محض که شما یه تلنگر هم بخورید از ترساتون، صفر میرید دیگه سجاتون میچسبید که مواظب ترساتون باشید. یعنی اصلا موافق حاشیه امنیت نیستی؟ ببین حاشیه امنیت رو از چه طریقی فراهم کنیم بحث دارم. اینی که حاشیه امنیت رو تو میخوای از طریق تجربه نکردن فراهم کنیم، من این حاشیه امنیت نمیدونم، این حاشیه اضطراب میدونم. این امنیت نیست. چون من میگم که یه آدمی که برای سازیدن خواستهای زندگیش هم نتونه موقع بهش دست پیدا کنه، این امنه واقعا یا نه؟ داره زندگی رو به تاراج میده و حساب کنین آدم میشه 50 سال 60 سالش با یه عالمه حسرت روبروه که بعدا من مطمئنم این حسرت دهن باز میکنن و این آدمو میبلعن تو نارضایتی. و این چیزی که شما بتونید این خفقان رو به مدت طولانی با خودتون حمل بکنید و نگهداریش بکنید. خیلی خوب، دوباره برگردیم سر موضوع اصلیمون و اینکه سفر قهرمانی منزل اولش رو گفتیم معصومه که باز توی سمینار نقشه را روش بحث بکنیم. معصومه یعنی اجازه بدید که اینجا نبندیمش، بریم تو زندگی پدرامون، مادرامون و خودمون رو تحلیل کنیم، ببینیم اینا چه عقده‌هایی بودن که رو ما حاکم شدن و ما الان در زندگی نمیتوانیم فرصت‌ها رو ببینیم ولی خطرها رو گلدرشت میبینیم. این ذهن ما فیلتر روش نصب شده. بخاطر این خیلی از آدما متوجه فیلترایی که نصب شده نیستن. مثلا من خوردم توی ورشکستگی پدرم، خوردم توی ریختن اسطوره زندگیم عموم بوده، خوردم تو به هم ریختگی زندگی داییم، خوردم توی دورانی که مثلا کشور تو فرق بوده، خوردم تو دورانی که فیلمایی که تلویزیون پخش می‌شده همش فرق بوده، کتاب داستانایی که خوندم همش ناتوانی بوده. تمام اینها مؤلفه‌ای هستن که میتونن یک زندگی و یک روان رو اونقدر خوشگل تو چنبره خودشون بگیرن که تو باورت نشه که تو دنیا رو نمی‌بینی، تو دنیای خودت رو داری رو دنیا بیرونی پروژکت می‌کنی، فرافکن می‌کنی و فکر می‌کنی دنیا واقعا همونه که تو می‌بینی. چون ببین خیلی موقع من دیدم تو بازار مثلا آدم میگن خیلی بازار خرابه، بعد من میبرمشون شمال شهر این برجا نشون میدم، میگم پس تو اینا کی میشینه؟ حالا تو اینقدرش اختلاس کرده، اینقدرش دزدی، اینقدرش فلان، بقیه‌شون چی؟ ماشینای خوبو نگاه کن، خونه‌ها رو نگاه کن، اینا رو نگاه کن، ببین آیا اصلا فیلتر ذهنی به سمتی هست که به تو اجازه
یاد گرفتن بده یا نه به تو اجازه میده که چیزی یاد نگیری و سر جات بمونی. خاطر اینکه میگم نقشه راه میاد این تست و این واسه مسیریابی به ما میگه که آقا کجای روانت مسئله داره، کدام چهره قهرمان در روان تو خاموشه که تو حریف برخی از مسئلات نمیشی. مثلا میگیم یه جعبه آچار مثال بزنی، تو وقتی دو سو داری پیچه دو سو رو خوب باز میکنی، پیچه چهار سو رو سخت باز میکنی و وقتی چهار سو داری پیچه دو سو رو نمیتونی باز کنی و بنابراین تمام آن چیزی که پیچه دو سو تو زندگی تو هستن توسط آچار چهار سو باز نخواهند شد و تو میگی که اینا مشکلات لاینحلن. من میگم نه، ابزار حل شما ناکافی است برای این جریان. خیلی ما واسه این که ببینیم کجای این سفر هستیم توی منظر اول چی از خودمون بپرسیم که به نتیجه برسیم ما چقدر در واقع در روانمون گذشتمون مستتره. آیا من امید دارم که در زندگیم بتوانم در طول سالیان آینده یا سال آینده تغییرات و تحولات جدی به سمت مثبت ایجاد کنم؟ از من گذشته رو چقدر باش موافقی؟ دیگه حالا ببین تو هر سنی حجم تغییراتش متفاوت میشه. ببین من میگم اگه تو جهتت عوض بکنی بالاخره تو جاده باشی خودش باز خیلی مهمتره دیگه. من میگم که تو الان داری به سمت اصفهان میری، اگه اشتباه باشه قصد یه جای خنک بوده و حالا باید به سمت شمال بری، همین سر باشه برمیگردی بخره رو به شمال، باز خودش خیلی بهتره از اینکه تو رو به اصفهان ادامه بدی. حالا چون مثلا دیگه گذشته رو به اصفهان ادامه بدی، خود اصلا اصفهان موضوع تو نبوده، حالا زمانم گذشته باشه دینم شده باشه، همین که تو جاده شمال بشه تو چالوسش هم بیفتی برزن آباد هم برسی، باز خودش خیلی اتفاقه. پس با این سال جلسه ششم گفتگو رو هم با سهیل رضایی تموم میکنیم تا فردا. بنیاد فرهنگ زندگی.